بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، الصلاة والسلام علی رسول الله. بینندگان گرامی، موضوع امروزه ما درباره صلح با خداوند است و چند راهی را که علما در این باره اشاره کرده‌اند. یکی از راه‌هایی که انسان را به صلح با خداوند میرساند، یعنی نیکویی او را در دنیا و در آخرت، این دعا می باشد. دعا هست که انسان را با خداوند نزدیک میگرداند و ببینیم که شرط قبول دعا را خداوند در دعا کردن گذاشته است. هر زمانی که ما دعا کردیم، الله مهربان دعای ما را قبول میکند و هر فرد مسلمان برای خود وظیفه کند که دائم به سوی خداوند دعا کند و زبان خود را با پرسیدن از خداوند مشکلات خود را باید عادت کناند. دوم دروازه که دوم راهی که ما را با صلح خداوند میرساند، این قیام لیل است، یعنی نماز شب. نماز شب یک سر است که بین بنده و بین خداوند است و در این شب اگر ما از جایگاه خود بالا میشیم و ذکر میکنیم، وضو میگیریم، نماز میگذاریم و به سوی خداوند دعا میکنیم، این هم نشانه آن است که بنده با خدای خود صلح کرده است و نیکویی این دنیا را به خود کسب کرده است. و این چنین راه سیومی را که علما بیان می‌دارند، این قرائت قرآن است. وقتی که بنده قرائت میکند، قرآن کریم را میخواند، با خداوند صحبت میکند و این صحبت را نباید ما قطع بسازیم. خاصتا ببینیم در این روزهایی که این قرآن کریم را هدف قرار دادند، هر یک مسلمان براش ضروری است که از این قرآن کریم آگاه باشد و وقتی میخوانیم با تدبر بخوانیم و بدانیم که در این قرآن چی وجود دارد، خداوند ما را چی امر کرده است و از چی نهی کرده است. و برای فرزندان خود ضروری است که این کتاب الله را بیاموزانیم که در این چی نهفته است. و این چنین راه چهارمی که علما برای سعادتمندی انسان و صلح بنده با خدا بیان می سازند، این ذکر است که دائم باید بندگان زبانشان تر از ذکر باشد، از فرستادن صلوات باشد. چه صبحگاه و چه شامگاه ما باید خداوند را یاد کنیم و از خداوند مشکلات خود را پرسان شویم. انشاءالله اگر ما این چهار راهی را که علما بیان داشتند در زندگی خود عملی کردیم، به خود کسب کردیم، نیکویی این دنیا و آخرت را در میابیم. همه شما را به الله منان میسپارم. خداوند یار و مددگار.